سلام دوستان، محمد وایتی ام. خوش اومدید به این ویدیو جدید دیگه. آقا کم نریزید. آقا رفتیم یه دست بتل استارت کردیم، بعد خوردیم. دوستان کم نریزید. خوردیم به اسکواد سالار. بعد حالا ادامهشو نمیگم، خودتون برید ببینید. فقط قبل اینکه بریم سراغ ادامه ویدیو ممنون میشم ویدیو رو لایک کنید، چنل رو سابسکرایب کنید و زنگوله رو فعال کنید که اگه ویدیو جدید گذاشتیم با خبر بشید. بدون معطلی بریم سراغ ادامه ویدیو. بریم میزنیمش. بپرید آره بریم اینجا. خودش هم گفتش میتونید بزنید. ادیتور امیر تو جدا شو. امیر اگه ما مردیم تو بمون. دوستان فقط ببخشید دیگه، من الان تازه تنظیمات چیدم، همین 2 ساعت پیش هیچی بلد نیستم. اگه نگاه کنید الان نوشته‌هاش هم روشه دیگه. به بزرگی خودتون ببخشید دیگه. تقصیر این ریوال ابله این تنظیمات بله ویدیوش کن ویدیو فقط چیزه. دوستان ببخشید دیگه، من این تنظیمات رو تازه چیدم. اینو تقصیر چیزه. بگو کی بهت داده، بگو دست به خیره کی بوده، بگو. همون تقصیر این ریوال ابله دیگه. سلامات آقا زوغره الان میریم. حاجی پرام ماما تو رو زد نه خیر خوردم. بیا منو بگیره یکی. زود باش خاک همزمان محمد اسکی ماما این سکه چاپیه رو بگیر، سکه راسیه رو بگیر منو ری بده. و چپته ماما چپت افغانی بود پاکی حاجی من ویدیوش میکنم افتادیم با سالار. وای حاجی اسکواد سالارات خود سالار هم قیرام. کجایی تو الان کجایی؟ برو قلب برو چپ سکر بگی، برو اول یه نفر بگی و برو قلب. تیمسات کنه با کمال میکنه. مالی شد دولو هر شب با مقابل ما هر شب 10 نفر استینسک میکنه. همین قاتل سالارها علی ولاسکی. کجا برم ریزتون بدم نمیدونم. مستقیم برو، همین مستقیم برو راست. حاجی اسکواد سالار. البته نه، برو بالا یه نفر بگیر. آره همین مستقیم برو یه نفر بگیر. اول اینکه منو بگیر زود باش. منو بگیر. من تو چیدمان نداری. من بابا بیا. داداش چیکار کنم؟ چیدمان ریدنی دادی به من. منو بگیر. نه چپ برو سکه بگی. اسکول تو ادیتور منی خیلی سمه. ریوالا بگیر. شماره یک تو مثلا ادیتور منی یا الان شو ادیتور من چه خواهی باید نمی کنی؟ بابا نه من می‌خواستم تو رو ریف بدم، تو مگه اسمت این نبود؟ ندین دیگه با من صحبت نکن. حالا خوبه نبری بابا من چوسبادی در همه چیزی من ندید بریم یه ماشین مردس داره سوار کن. صدا لایوش حاجی میخوام برم سالا رو بزنم وایسا. بابا ببین من میام الان ریفت، من میام به 200 سکه میدم. حاجی سالا باشون. او دقیقه پشمات فر نخورده. حاجی باشون تبانی کنی؟ نه ما بکنیم بشه آقایی چی؟ اونجا یه دون ماشین این سالارهاته، این ماشینه سالارهاته. نه اون نیست. خب الان تو یکیشون رو ریف بده منم یکیشون دیگه. موضوع برو داره؟ نه چه کم حرف بده نیست خواست ساکت باید باشه کمتر حرف بده. راست میگه آقا کم تازه موریف بده ولش کن موریف بده. ماشالله ریوم بده. من نگاه نمی کنم. وایسا الان نمیتونیم بزنیم آقا، نمیتونیم بزنیم تا جون بدم وایسا شما دیگه. سالارها چقدر بوده؟ ببین تا وقتی که نشستیم هم نمیتونیم بزنیم. اینو من بهتون بگم. بریم دورت بگردم ساکت میشی یا یه جوری با حرف بزنم که کلا دیگه نتونم بزنم باز کنم. Emotional damage. محمد بگو آدرس یه دقیقه ببند ریوال داداش قربونت بشم.
های عادت بده. اوه گیدی میام به 7 روش سامورایی میگیدی تو. من به 9 روشتم، من به 29 روشتم. دیگه چی؟ محسن جان دورت بگردم ساکت شو عزیزم. محسن گیدت میخوره محسن دوستم. الان من واقعا میخوره، میتونیم بیاد. من گیر نده بذار بابا بس. مردی بابا با این تنظیمات ریده‌ای که به من دادی من هیچ گویی نمیتونم بخورم. شما من سکونه بده 200 دارم. ساکت باش. چند نفرم محمد؟ چند نفرم؟ یه نفره بیا اول من ریل بده. من اول ریل بده بعد. حاجی بذار ببینم من تنظیمات قبلیم سیوه با تنظیمات قبلیم بازی کنم الان. محمد آها تنظیمات قبلیم سیوه حاجی بذار با این بازی کنم. محمد آره. یه دقیقه وایسا. اوه بنازم پینگ هم انقدر ریده است حساب نمی‌کنم. بچه سکه دادم اسکواد دارم شاید بخورم اگه خوردم بیده فعلا امیدوارم میدن لابی حاجی چیزه هیچ سمتش نره بذار این رو ریل بده. یا ابوالفضل من چرا هر موقع میام رکورد اینطوری میشم؟ ببریم میبریم من پینگم بس ریده محمد. دارم پینگ 200 شده اینجا. حاجی من یه بار الان از گیم میرم بیرون دوباره بیام و بعد درد و نفرین درد و نفرین بری به من بری به من بری به من. بذار یه بار از گیم رو بگیر. کم سر صدا کنی صدا پایینا کلن بگیرم حاجی اینا رو چیز کن دیگه اینا رو باید کات بده دیگه میبینی داستانه. چه بوزایی اینجا حاجی من اومدم دیگه من اومدم. جفتتون هم بیرون بکنم فقط ساکت و قرآن تو که میترسته ساکت باشه محمد نیست صحبت نکن بذار تمرکز داشته باشم. خفه شو بابا خوشت اومده خفه شو بابا. محمد تازه داره یه توی محمد نمید بیا منو 1180 پینگم خدا. آخه ریدم تو این تنظیماتی که به من دادی تو محسن من اشکال نداره محمد نمیتونی. من با همون تنظیمات دارم معادله میدم. خفه شو آخه این تنظیماتو وای. با تو 14 یکی دمج داشت 150 تا خورده راش بده 150 تا خورده راش بده راش بده امیر راش بده میذارمش از این راش بده امین بدن دیگه چیکار میکنی ناموسن چیکار میکنی بزن خوب. من اومدم سالار داره میمیره آخر جونشه. من هم اینجا دارم میگم آخر جون. نمیدونم اونجا کی بود من بچه تیر تایپ میشه مثلا بخوریم 150 تا خورد سالار. سالار کدوم 150 تا خورد 150 خورد. آها سالار زدم بابا. نگاه الان میره رو ویو من سالار. میگه الان فرندام منو لایو استریم استفاده میکنم. من لایو به سالار رو زدم بنازم. اسکوادشون خورده مگه؟ کل اسکوادشون تموم شد. کل اسکواد سالار تموم شد زدمش. بازی کنیم ببریم به آقا ویدیو من آماده است. به با اسنایپ دادیش؟ آره. تخیل تو خورده. آقا بمیر بینی حاجی من رو ریز بده بچه یه تیر اسمی باسه هم میخوادیم Skill on cooldown.
ای حاجی من دکمه یخ و بعد عادت نکردم. راکت مشکل یخ داداشید یخ نداره تکیت نداره. یکی منو بگیر. خب یکی منو بگیره. ممد ساکت خاک تو سرت ممد. محسن چیز داری؟ محسن در من میگه تو کریسمس داری؟ ماشاءالله ممد. محسن با چه لوتش نمیاد. دیگه شد نمید میگه دارم؟ آره واو خب داره میره کلاس وایسا ولش کن. مثلا پی سی دادش خواهی نکن. خب دوستان اینم از ویدیومون. دیدید که رفتیم تو بتل خوردیم به سالار. آره میبینید که دارن کم میریزن دیگه. خوردیم به سالار اینا و دیدید که استریمش کردیم. بچه ها ساب دادن کنید، لایک دادن کنید، زنگ دادن رو فعال کنید، ویدیو جدید دادن گذاشت بیاید نگاه کنید. آره دیگه محمد همه چی رو گفت دیگه. ویدیو ما رو به آهای دوستاتون ما رو بفرستید. فراموش نکنید. آره این کلا کار چیزه عمومیه. این ریوال جان عمومیه. موازم 500 جهانی 500 نگاه کنه 700. آره نرخش خیلی خوبه اگه خواستید. قابلیت خیر داره. آره پیوی هماهنگ کنید. اون وقت خاله داره ما اینجا عموییم دیگه. خواستید حالا ریوال بهتون معرفی می‌کنید. بچه ها اگه محسن رو میخواید عدد 7 رو کامنت کنید میرسیم در به من. واقعا صداش خوبه خودش هم که عالیه دیگه. به صرف هست دیگه. الان پسر 1 تومن 1,200 اینو ما میدیم 500 600 دیگه میصرفه. ویدیو خارج نشید. از طرف آیدی محمدم برین اصلا هیچی نمیگیره فکر کنم. آره محسن آره رایگانه. رایگان دست به شما رایگان میده. بعد میگه خودش هم میخواد اصلا اونجوری نیست که بگه نه و اینجوری هستن. بعد آقا وارد حاشیه نشیم. ممنون که ویدیو رو تماشا کردید. تا ویدیو بعدی بدرود.